بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان یوتیوب کانال مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، الحال ما و شما در این برآمد در اطراف موضوع احترام حق همسایه از نگاه اسلام میخواستیم با شما صحبتی داشته باشیم و البته حق همسایه و احترام همسایه از نگاه دین مبین اسلام و شریعت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حق همسایه و نیکی کردن به همسایه موقع و احترام مخصوص خود را دارد و چنانکه که در قرآن عظیم الشان در کتاب آسمانی در سوره نساء آیه 36 خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظیم. در این آیه مبارکه خداوند می‌فرماید که پروردگار خود را بپرستید و به او شریک قرار ندهید و با پدر و مادر نیکی کنید. یعنی ببینید که 10 نیکی که در همین آیه مبارکه بیان شده است، خداوند 10 گروه امر کرده است تا که ما و شما بندگان در اطراف 10 نفر حتما باید چکار کنیم؟ نیکی کنیم. بعد از عبادت و بعد از شریک قرار ندادن به پروردگار، در اولین دستوری که بر ما و شما شده است بعد از توحید و عبادت پروردگار، این نیکی کردن و بالوالدین احسانا، نیکی کردن به پدر و مادر است و بذی القربى و نیکی کردن به آن همون نفرانی که از روی رتبه خویش و تباری به ما و شما خویش و تبار هستند و نیکی کردن به یتیمان، نفرانی که سرپرستار ندارند، یعنی که پدر از دنیا گذشت البته که فرزند یتیم می شود به خاطری که دریافت نفقه فرزندان بر عهده پدر است. با کدام یک سبب بیماری و دیگر حالت‌هایی که پدر از دنیا می‌گذرد و فرزندان نابالغ باز می‌ماند، البته اونها یتیم حساب می‌شوند از نگاه شریعت و خداوند ما و شما را دستور عمل داده است که با یتیمان نیکی کردن، با مسکینان نیکی کردن و الجار ذی القربى و با آن همون همسایه‌ای که خویشاوند است، یعنی که با ما و شما هم حق همسایگی دارد و هم حق خویش و تباری دارد. در همسایگی ما و شما زندگانی میکند که ما و شما باید که حق همسایگی و حق خویش و تباری را رعایت کنیم و نیکی کردن و نیکی کردن به همسایه بیگانه، یعنی که یک نفری که با ما و شما خویش و تبار نیست، و الجار الجنوب یعنی که همسایه‌ای که با ما بیگانه است، تنها حق همسایگی دارد و صاحب بالجنب و نیکی کردن به آن همون مسافران و همون همنشینان، یعنی که انسان در داخل مسجد باشد همنشین دارد یا در واسطه نقلیات از یک نقطه به نقطه دیگر سفر میکند، در پهلو یک نفر همنشین میشود. ببینید که شریعتی که ما و شما را راهنمایی میکند حتما ما و شما را دستور عمل داده است تا که در اطراف یعنی همون همنشین ما باید که همنشین رعایت کنیم، نیکی کنیم. نیکی به همنشین چی است؟ آزار ندهیم، ناراحتش نکنیم در طول سفر باشد یا که در داخل مسجد هم که باشد، در پهلوی ما در یک صف نماز جای گرفته است، همنشین ما و شما است و یک چند وقتی معین عبادت پروردگار را انجام میدهد و ما کوشش کنیم که یگان سخن دنیا از زبان ما بیرون نشود یا اینکه یگان بوی بد از بدن ما بیرون نشود تا که همنشین ما در داخل مسجد ناراحت نشود. نیکی کردن به همنشین، نیکی کردن به مسافر یا ابن سبیل، یعنی که فرزندی راه یک نفری است که از یک منطقه دور سفر میکند میآید به سرزمین ما و شما از همسایه دولت باشد، وقتی که احتیاج پیدا میکند ما حتما باید که نیکی کنیم. اگرچه مبلغش تمام میشود
یا اینکه در راه میماند باید که برای شب روز کردنش یا اینکه برای احتیاجاتش دستی کمک دراز کنیم. و با کنیزان و غلامان، یعنی که و ما ملکت ایمانکم، و انا همون کنیزان و یتیمان، کنیزان و غلامانی که در دست ما و شما هست، خدا امر کرده است که زمانی غلامداری و کنیزداری بود، با کنیزان و غلامان نیکی کردن. این الله لا یحب من کان مختالا فخورا. پس به درستی که خداوند دوست نمی‌دارد شخصی که متکبر است و فخر فروش است، یعنی که از روی کبر شخصی که نیکی نمی‌کند به پدر و مادر، به همسایه خیش، به همسایه بیگانه، که صحبت ما در اطراف حق همسایگی از نگاه اسلام است و می‌خواستیم که در اطراف همسایه ها زیادتر صحبت کنیم، حق و حقوق های همسایه. این اشاره دهگانه ای که در این آیه مبارکه اشاره شده است تا که ما 10 گروهی را که خدا در این آیه مبارکه بیان کرده است، ما و شما حتما باید که در اطراف اینها، چی از پدر و مادر، چی از خویشاوندان، چی از یتیم و مسکین و خویش و همسایه خویش، همسایه بیگانه، همنشین، مسافر، ابن سبیل، غلام، کنیز، ما حتما باید که در این اطراف اندیشه کنیم و همین نیکی کردن ما و شما سببی چی می شود؟ سببی وحدت و همبستگی ما و شما قرار می گیرد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث هاشون زیاد تاکید میکنند در اطراف همسایه و در یکی از حدیث ها میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که همانا جبرائیل علیه السلام هر وقت که وحی می آورد در اطراف همسایه بسیار تاکید میکردند، بسیار تاکید میکردند و من گمان میکردم، میگه پیغمبر خدا، که روز وحی می آید که همسایه بالای همسایه چی دارد؟ میراثبر قرار میگیرد. لبای و علیکم سلام. او رحمت. خب aha مختصر استاد مهربان، مختصر که در اینجا موضوع حق همسایگی است. ما فهمیدیم که در موضوع شما، سوال شما در اطراف مسئله اولوی است، ما ان شاء الله جواب میگردونیم. سلامت باشین. و هر وقت که گفتم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل حاضر میشدند با وحی، حتما در اطراف همسایه حق همسایه را رعایت کردن تاکید میکردند که ای محمد هر آینه امتانت را در مسئله حق همسایه ها تاکید کن تا که حقوق همسایه ها را رعایت کنند. میگم من چنان گمان میبردم که روزی میشود که حضرت جبرائیل علیه السلام حاضر میشود با وحی و در اون تاکید می شود که همسایه بالای همسایه میراث بر، یعنی که ما و شما میدونیم که شریعتی که ما و شما پیروی میکنیم، حتما ما و شما را زمان یک شخص از دنیا گذشت میراث بر همون نزدیکاش می شود، یعنی که فرزندان و فرزندای پدر خویش و تبار. در مسئله دیگر حدیث آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. 3 مراتبه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قسم خوردند که ایمانی کامل ندارد، ایمانی کامل ندارد. قیل من یا رسول الله، پرسیده شد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که کدام گروه ایمانش کامل نیست، پره نیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که همان نفری که از آزارش، از بدی این نفر همسایه در امن نباشد، یعنی که از زبان این شخص آزار بیند، از رفتار این شخص آزار بیند، یعنی بینید که ایمان شخص کامل نمی شود. والله لا یؤمن والله لا یؤمن. 3 مراتبه تاکید به تکرار که همون شخصی که به زبانش، به رفتارش
چیکار میکند؟ همسایه را آزار میدهد. پس این نشانه انا همون کامل نبودن ایمان شخصی مسلمان است و ما و شما میخواهیم که ایمانمان کامل باشد، پره باشد. حتما در برابر اون عبادت های بدنی، عبادت های ظاهری که ما انجام میدهیم، به مثال چی نماز خواندن باشد، چی روزه گرفتن، حج کردن باشد، این عبادت های هستند که ظاهری هستند، یعنی که ما و شما میبینیم. در برابر این اگر اخلاق نیک نداشته باشیم، در برابر این اگر زبانی پاک نداشته باشیم، این عبادت های ظاهری ما و شما را داخل جنت نمیکند. دلیل این گفته ها در چیست؟ روز میگه یک مرد نزد پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم آمدند و سوال کردند که در اطراف یک زنی قرار دارد که اون زن بسیار پایبند عبادت است، نمازی زیاد میخواند، روزه زیاد میگیرد، چی از فرضی و از نفلی ها باشد و چی صدقه های واجبی و نفلی را زیاد انجام میدهد، اما همسایگان از بدی زبان این زن در امن نیستند. یعنی که این زن بد زبان است، بد گفتار است، زیاد چکار میکند؟ به زبانش همسایه ها را آزار میدهد. قال هی فی النار، گفتند پیغمبر خدا که اون شخص در دوزخ است جاش. یعنی ببینید که اگرچه انسان عبادت های ظاهری را که انجام بدهد و اخلاق نداشته باشد، زبانی پاک نداشته باشد، این عبادت ها انسان را چکار نمیکند؟ نجات نمیدهد تا زمانی که انسان اخلاق خوب نداشته باشد. که این دین مبین اسلام ما و شما، این دینی تنها عبادتی نیست، یعنی که این دینی است که سر تا پا حکمت دارد و این دین دینی اخلاق است، دینی احترام است، دینی رحم و شفقت است که ما و شما باید که با رحم و با شفقت باشیم. و باز در اطرافی باز سوال کرد اون مرد که یک زنی وجود دارد که نه آنقدر نمازی زیاد میخواند، نه آنقدر روزه های زیاد دارد، نه صدقه های زیاد دارد، اما همسایگان از زبان این زن، این مادر در امن قرار دارند. قال هی فی الجنه، که پیامبر خدا اشاره کردند که گفتند که اون داخل جنت میشود، یعنی که شخص جنتی است. یعنی که زیاد نماز نمیخواند، زیاد روزه نمیگیرد، زیاد صدقات نمیکند، به همان معنا است که نمازهای پنجگانش هم میخواند، نمازهای نافله زیاد نمیخواند. یگان وقتی نماز نافله میخواند، بعضا نمیخواند، بعضا روزه های نافله میگیرد و بعضا نمیگیرد، بعضا صدقه های نفلی را انجام میدهد و بعضا انجام نمیدهد. یعنی که فرضیت به جا میآورد، اون فریضه الهی چی از نماز، روزه و زکات باشد انجام میدهد، اما از عبادت های نافله کم پایبندی نافله است، اما بر رفتار خوب، زبانی پاک دارد. همسایگان همگی در چی هستند؟ در امن قرار دارند، در یک راحت، با یک راحت زندگانی میکنند. و در شریعت ما و شما حق همسایه به سه گروه تقسیم می شود. همسایه وجود دارد که یک حق دارد و همسایه هست که دو حق دارد و همسایه هست که سه حق دارد. همسایه که سه حق دارد همان نفری است که با ما و شما اولا که همسایه هست، خویش و تبار است و مسلمان هم هست. از روی خویش و تباری، از روی همسایه داری، از روی اسلام داری، به ما سه حق دارد که ما باید که حقهای همون همسایه را رعایت کنیم. که در بالا ذکر کردیم که خداوند انا همون آیه مبارکه که بیان کردن، والجار ذی القربا، همسایه‌ای که خویشاوند است، والجار الجنوب، و همسایه‌ای که بیگانه هست، بالای ما و شما حق دارد. و انا همین سه گروهی که گفتیم، دوم گروهش همون نفری است که دو حق دارد. همسایه‌ای که دو حق دارد با ما و شما همسایه هست و بیگانه است، یعنی که خویش تبار نیست اما از روی اسلامداری مسلمان است. هم حقی همسایگی و هم حقی مسلمانی دارد بالای ما و شما. ما باید که همون حقهاش رعایت کنیم. بیگانه است و همسایه که یک حق دارد، در همسایگی ما و شما اگر خدای نخواسته یک نفری باشد که مسلمان نباشد، با ما خویش و تباری نداشته باشد، یک شخصی غیر مسلمان در همسایگی ما زندگانی کند، البته
این شریعت ما و شما را وظیفه‌دار کرده است که همان یک حقی که شریعت معین کرده است ما باید همون حق را رعایت کنیم. لبای سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت. یک سوال داشتم در خب مورد همسایه‌داری. خب همه همسایه که عموما اولوی نماز نمیخونن، اها میتوانیم خودشون مقصد یگان معاملاتی نمی همسایه دوری کنیم، یگان نان بتیم نان بگیریم، شکر بتیم شکر بگیریم، عموما نماز نمیخونن. سلامت باشید. اینجا سوال شد، از سوال جواب میدهیم. همسایه‌ای که یک حق دارد همون همسایه است که مسلمان نیست و خویش و تبار هم نیست، تنها یک حق همسایگی دارد. ما باید که حتما همون حق همسایگیش چیکار کنیم؟ حق همسایگیش رعایت کنیم. در اینجا یک سوال شد، سوال هم همین بود که در همسایگی ما نفر قرار دارد که اهل عائله بینماز هستند، با اونها روابط کنیم. البته را که ما و شما زمانی که نماز میخونیم، روزه میگیریم، البته را با رفتار خود، با کردار خوبی خود، با زبان پاک خود باید چکار کنیم؟ رابطه ما با همسایه کنده نکنیم، دادگیریف کنیم. و همین انشاءالله امید است که همین رفتار ما و شما سبب می شود که همون همسایه ما و شما هدایت می یابد و به مثل ما و شما نمازخوان می شود. یک قصه به خاطرم رسید که عبدالله ابن مبارک در همسایگیش یک شخص قرار داشت، یهودی بود و عبدالله ابن مبارک بسیار در یک سطح خوب با همون مرد یهودی، یک شخصی که اسلام قبول ندارد، چی برسد تا جایی که یک شخصی که در همسایگی ما مسلمان است، ترک فریضه الهی دارد اما خدا را قبول دارد، توحید خدا را قبول دارد. و اون شخص یهودی در همسایگی حضرت عبدالله ابن مبارک بسیار خوش و خرسندانه زندگانی میکردند و عبدالله ابن مبارک بسیار یک معامله خوب انجام میداد، بسیار یک معامله زیبا انجام میداد نسبت همسایه یهودی خود. هر وقت که خوراک آماده میکرد حتما اول به همون همسایه چیکار میکرد؟ از خوراکش روان میکرد. هر مشکلی که بالای همسایه می آمد از مشکلی همسایه با خبر بود. با تقدیر خدا روز این همسایه به یک مصیبت قرضداری دچار شد و خانه استقامتی خود در فروش گذاشت و خانه خود در فروش گذاشت و چندین از خریداران وقتی که به نزد این مرد یهودی آمدند و پرسان شدند از نرخ خانه، زمانی که آگاهی یافتند که این مرد یهودی خانه خود در فروش مانده است، زمانی که سوال کردند که این خانه به چه قیمت فروخته می شود، اون مرد یهودی گفت در جواب که این خانه من 1000 دینار است نرخش. خریداران در تعجب ماندند که ای مرد، ای صاحب خانه، البته این خانه تو به این در و دیوار و به همه داراییش قیمتش 1000 دینار نمی ارزد، بسیار قیمتش به 500 دینار می ارزد. اون مرد یهودی در جواب گفت که بله شما درست قید کردین که این خانه من به همه داراییش، به همه سطح و صفتش اون قیمت ندارد. لبای السلام علیکم. و علیکم سلام. حضرت سوال داشتیم. خب همین حضور دادن همسایه از نگاه اسلام و قرآن. خب حضور یک سوال حضرت. دیم سوال من حضرت همین در گردی مثلا همسایه چند نفر داخل می شود؟ همسایه بر یا که تو یک فهمو همه در همسایگی داخل میشه نمیشه همین حضرت. خب سلامت باشید. دو سوال شد، از این سوال را جواب میدیم انشالله. و وقتی که اون مرد یهودی در جواب گفت که تو درست قید کردی به اون شخص خریدار که این خانه من به تمامی داراییش، به تمامی سطح و صفتش 500 دینار از قیمتش همون زمانه ده همون قدر ارزش داشت، لیکن گفت من در همسایگیم عبدالله ابن مبارک زندگانی میکند که این همسایه من به ارزانی فروخته نمی شود. برای در همسایگی عبدالله ابن مبارک زندگانی کردن، البته را که من قیمت همسایم هم بالای نرخ خانه میگذارم، به همین خاطر 1000 دینار است. وقتی که این سخن در بین عامه مردم پهن شد و به گوش همه رسید که اون مرد یهودی خانهش 1000 دینار نرخ گذاشته است و عبدالله ابن مبارک چنین قدر کرده است که من بسیار یک همسایه خوب دارم و ما در یک مناسبت خوب قرار داریم. وقتی که به گوش عبدالله ابن مبارک رسید، در حال حضرت عبدالله ابن مبارک بسیار خوشش آمد از این سخنانی
مرد یهودی که در همسایگیش بود در حال همون 1000 دیناری که برای همسایه لازم بود برای پرداخت کردن قرض گرفت آمد نزد همسایه و گفت که ای همسایه 1000 دیناری که تو خانه تا قیمت گذاشتی این 1000 دینار بگیر و قرضها تا پرداخت کن و ما نمیخواهیم گفت که به مثل تو همسایه خوب از پهلوی ما دور شود خانه‌ش بفروشد. و وقتی که این یهودی دید که عبدالله ابن مبارک 1000 دینار به خاطر همسایگی قرض نی کمک کرده ایستاده است خود به خود اندیشه کرد که این چقدر دین پاک و مقدس است که پیروان خود بین که چی راهنمایی میکند. در حال کلمه شهادت به زبان آوردن و اون مرد یهودی که در همسایگی عبدالله ابن مبارک زندگانی میکرد اسلام آوردن. بینین به رفتار خوب یک مرد مسلمان یک مرد یهودی چی شد؟ اسلام قبول کرد. پس ما و شما امروز میتوانیم که یک شخصی که یهودی باشد نصرانی باشد یا که پیروی کدام دین و مذهبی که نباشد و چی کمبودی که نداشته باشد در همسایگی ما زندگانی میکنند ما و شما باید که چیکار کنیم؟ زیاده روی نکنیم. ما و شما طبق قرآن و حدیث و اون دستور عملهایی که قرآن و حدیث بر ما راهنمایی کرده است ما رفتار کنیم نیکی کنیم پاک زبان باشیم تا که اون همسایه خود چیکار کند؟ پیروی ان همین دین مبین اسلام شود پیروی ما و شما شود تا که به سبب این پیروی البته که چنان که پیشتر هم گفتیم وحدت و همبستگی ایجاد می شود. در اینجا برادر سوال دادن که در مسئله آزار دادن همسایه چی حکم دارد؟ البته آزار دادن همسایه حرام است. چی آزار به دست باشد چی به زبان باشد چی به رفتار باشد البته ما باید که چیکار کنیم؟ حتما کوشش کنیم که به همسایه خود یگان آزار و آسیبی نرسد. و در مسئله حدود همسایه تا چند خانه به ما همسایه است سوال شده است. در یکی از حدیث های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حد و حدود همسایه رسول اکرم فرمودند که 40 خانه روبروی ما و شما 40 خانه پسی سر ما 40 خانه سمت راست 40 خانه سمت چپ همه اینها با ما و شما حق همسایگی دارند. یعنی بینیم که قومای محترم از 4 جانب 40 خانگی وقتی که همسایگی با ما همسایگی داشته باشد حکم همسایگی داشته باشد البته که ما و شما را میسازد که تمام همون اهل محل چکار کنیم؟ احترام شب جا بیاریم و چنانه که گفتیم که حق همسایه ها و همسایه ها به 3 گروه تقسیم می شوند همون حق های همسایگی را کوشش کنیم که رعایت شود از جانب ما و شما کمبودی نشود و ایمان ما و شما هم به سبب ان همون آزار ندادن یک همسایه امید است که کامل شود. و در دیگر حدیث آمده است که 4 چیزی است که سبب زیاد شدن رزق انسان میگردد. این روزها زیادی مردمی هستند شکایت از خوب نبودن کار و بار از خوب نبودن فعالیت زندگیشون روزگارشون یا اینکه از خوب نبودن احتیاجات برآمدن احتیاجات روزگار شکایت میکنند. رسول اکرم ما و شما را راهنمایی کردند که 4 عملی است که هر کسی که انجام میدهد ان شاء الله به سبب همین انجام دادن همین عمل ها رزق انسان زیاده می شود. یکم ان همین خلق خوب داشتن خوش خلق بودن است که در روز قیامت هم در ترازو وقتی که اعمال بندگان برکشیده می شوند از همه عملی که وزنش وزنین از گرانتر است در روز قیامت ان همون رفتار خوب است که ما و شما هم باید که خوش رفتار باشیم. و دوم پرهیز از آزار مردم و کوشش کنیم که نه به دستمان من نه به یک رفتارمان نه به یک سخنمان مردم آزار ندهیم که تا که مردم در امن باشند چون که در حدیث های پیشتر هم بیان کردیم. و سوم صبر در مصیبت. هر سنجشی که بالای ما و شما میآید چی اون سنجش به جان باشد چی به مال باشد حتما ما و شما در مصیبت ها در سنجش های پروردگار زمانی که صبر میکنیم البته که خدا همراه ما و شما است و هر کسی که بی صبری میکند البته که بدون صبر به مقصد نمیرسد انسان. و چهارم عملی که سبب زیاد شدن ریسک انسان میشود ان همین
خوشرفتاری با همسایه است که البته انسانی که خوشرفتار است با همسایه و همین خوشرفتاری با همسایه سبب می شود ریسک انسان زیاد بگردد و در حدیث آمده است که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیحسن الی جاره. پیامبر خدا در این حدیث میفرمایند من کان یؤمن بالله، هر کسی که ایمانی به الله داشته باشد، ایمان به روز قیامت داشته باشد، یعنی که باور دارد که الله یگانه است، توحید خدا را قبول دارد و باور دارد که روز قیامت آمدنی است و در پیشگاه آن همون الله یکتا در برابر هر عملی که کردم جواب خواهم داد، به همین باور داشته باشد، البته که به همسایه چیکار میکند؟ نیکی میکند و همین نیکی کردن سببی کامل شدن و سببی پررشیدن ایمان یک مرد مسلمان و نشانه ایمانداری یک مرد مسلمان به روز قیامت است که در این مسئله ما یک مرتبه باید اندیشه کنیم که البته در اون همسایه‌داری هایی که داریم، چی در خانه های بلندآشیانه باشد و چی در محل روستا، در هر کجایی که زندگانی میکنیم، البته حق و حقوق های همسایه را رعایت کنیم، همسایه را با صدای بلند خود ناراحت نسازیم و اگر در محل زندگی میکنیم با همون در آشخانه هامان وقتی که مادرها خوراک آماده میکنند یا نانپزی انجام میدهند، کوشش کنیم که با دود زیاد همسایه را خانه‌ش بگیم که اهل خاندان همسایه را ناراحت نسازیم، که یکی از حق‌های همسایه هم بالای ما و شما همین است که هیچگاه از رفتار ما و شما یک ضرر و آسیب و زیان به همسایه نرسد، نه به صدای ناخوش فرزندامون. کوشش کنیم که همین عملها رعایت شود و میخواستم که در اطراف چندین حق‌هایی که همسایه بالای همسایه دارد صحبتی داشته باشیم. در آخر صحبتمون یکی از حق‌هایی که همسایه بالای همسایه دارد همین است که هر زمانی که همسایه بیمار می شود و به گوش ما و شما می رسد که همسایه بیمار است، حتما باید چکار کنیم؟ عیادت همسایه را به جا بیاریم که عیادت همسایه در حالت بیماری این یکی از نشانه های واجباتی ایمان است که ما و شما باید حتما در حال بیماری همسایه از همسایه دیدار بینی کنیم، عیادت کنیم، که در حدیث هم آمده است هر کسی که یک برادر مؤمنش در حال بیماری قرار داشته باشد و از همون بیماری عیادت کند، 70,000 ملائک در حق این عیادت کننده بیمار استغفار طلب مغفرت میکنند از پروردگار که پروردگار فلانی ابن فلانی که به عیادت بیماری یک برادر بیمارش حاضر شد، گناه اول و آخرش بیامرز، یعنی که طلب مغفرت گناه های عیادت کننده را از پروردگار طلب میکنند که البته این بسیار یک نعمت بزرگ هم هست و برای عیادت کردن یک بیمار، یک همسایه بیمار یا یک خویشاوند بیمار نه آنقدر زحمت و نه آنقدر صرف زیاد طلب میکند. البته که ما در این مسئله حق همسایه ها را رعایت کنیم. و دوم حق همسایه بالای همسایه همین است که زمانی که یک مشکلی ایجاد می شود بالای همسایه، پول لازم می شود یا مال لازم می شود یا یک اسباب روزگار لازم می شود، حتما با حیث امانت باید چکار کنیم؟ اسباب روزگار باشد پیشنهاد کنیم، یا اینکه یگان مالی در کار باشد آماده کنیم، یا اینکه یک مبلغی معین در کار می شود احتیاج پیدا می کند همسایه، به حیث قرض حسنه دستی کمک دراز کنیم که به یک وقتی معین باز چکار کند؟ همسایه حتما همون امانت برمیگرداند. و یکی دیگر حق‌های همسایه بالای همسایه همین است که در خوشی همسایه خرسند بودن و در غم همسایه غمگین بودن است. لبای السلام علیکم. و علیکم سلام. حضرت یک سوال. خب همین در همسایگی قشلوق در گندم دراو خب همسایه را میگه که بیو بریم دراو گندم در دراو میکنیم انا در جای همین خدمتت همین را من اشر حساب کرده را گندمت میتام همین چی میشه باشه حضرت؟ خب از جواب میتیم ایشان. و در یکی از حقهای دیگر در خوشی همسایه خرسند بودن، در غم و مصیبت همسایه
غمگین و اندوهگین بودن است که امروزا میبینیم که در بعضی از حالتها میشود که در یک محل، در یک منطقه، در خاندان همسایه مصیبت است، اما در همسایه داری یا که در میانه همون محل مردم به خرسندی و به دیگر خوشی و سرور سرگرم هستند که این البته را که از روی انصاف و ایمانداری نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که همون روزی که مصیبت شده است ما باید که در پهلوی همون برادرمون، همون همسایه‌مون قرار داشته باشیم. و همین سوال برادر را جواب بگردانیم که در دهات زمانی که در فصل تابستان وقتی جمع‌آوری همون دانگی است، چی جو باشد چی گندم باشد و یک نفر میخواهد که یک همسایه خود دعوت کند تا که همسایه کمک کند در جمع‌آوری همون دانگی، حتما خوب میشید که همون عشر به همون صاحب عشر برساند، چون که زکات عامل خودش دارد و این عشر هم صاحب خودش دارد که به همون فقیر و مسکین و بیچاره. وقتی که یک نفر شما پیشنهاد بدین اما همسایه هایی که هستند طریق پیش بود طریق حشر، اگر رفتن حشر یاردم کردن خوب، نکردن شما به این شرط این کار انجام ندهین. لبای السلام علیکم بودم. و علیکم السلام و رحمت. همین همسایه بعد خیلو برای به همین دوست همشلی به همین بته میونته. همسایه چی؟ وعده خلاف؟ بعد خیلو برای چی بیاید؟ روی جنی ثواب داره نداره. برای اگه حاجتش میآید؟ اوه برای حجت میاد. خب سلامت باشید. و دیگر حق همسایه همین است که به اجازت همسایه وقتی که در محل زندگانی میکنیم ما باید چیکار نکنیم؟ خانه خدا بلند امارت نسازیم یا تیریزه خدا به سوی خانه همسایه نکشاییم، یعنی که با اجازت و با مصلحت همین کار چیکار کنیم؟ انجام بدهیم. در این سوال این برادر یک سوال دادن که یک همسایگی در همسایگی اگر همسایه باشد که وعده خلاف چیکار کنیم؟ همون وعده خلاف وقتی که زمانی که با یک حاجتی به سوی ما میآید حاجتش برآورده کنیم یا اینکه رد کنیم. یعنی ببینید که یکی از حق‌های همسایه پیشتر گفتیم که وقتی همسایه به چی احتیاجی که میآید حتما باید که حاجتش برآورده شود و ما و شما تاکید کنیم که برادر همین حاجتی تر ما برآورده میکنیم، چی حاجتی پولی باشد چی حاجتی مالی باشد، اما چیکار کن؟ در همین وعدت وفا کن، در وعدت خلاف نکن، منافق نباش. یعنی که خدای نخواسته اگر ما حاجت همون برادر را برآورده نکردیم، همون هموطن خود همسایه خود اگر چی خش هم که نباشد بالای ما و شما همون منافق بگیم، همون وعده خلاف دو حق دارد، یعنی که همچون مسلمان همچون همسایه بالای ما و شما حق دارد. تنها شرط همین است که در وقتی برآورده کردن حاجت همسایه تاکید کنیم که برادر وعده خلافی این نشانه منافقی است که منافق چی در قرآن و چی در حدیث بسیار سخت تاکیدها شده است. و دیگر حق همسایه هم همین است که زمانی که در خاندان غذا آماده می شود ما حتما باید که از همون غذایی که آماده کردیم یک ظرف در یک ظرف باشد در یک کاسه باشد به همسایه خود پیشنهاد کنیم که همین رفتار از زمان قدیم که در فرهنگ ما تاجیکان فرهنگ تاجیکانه است این کار که در برابر فرهنگ اسلامی ما و شما حتما باب و اجداد ما و شما از اول همین عملها را انجام میدادند و ما و شما هم باید که از همون پیروی از همون باب و اجداد و پدر و بزرگای خودمون داشته باشیم. و در دهات زمانی که مادرها نان میپزند و ما زمانی که خورد بودیم الحال هم مشاهده میکنیم که الحمدلله مادرها یک دانه نان از دو دانه نان است چیکار میکنن؟ وقتی که نانشون پختن آماده کردن از همون نانی پخته شده به همسایه روان میکنن، یا از خوراکی آماده کرده زمانی که یک خوراک خوب با لذت آماده میکنن از قبیل خوراکای خوب در حال به خانه همسایه روان میکنن که حق همسایگی گفته که این فرهنگ تاجیکانه و در نوبت اول فرهنگ اسلامی ما و شما است که ما و شما مسلمان هستیم و ما و شما پیرو دین مبین اسلام هستیم که خدا در قرآن بینین ما و شما را وظیفه دار کرده است که چیکار کنیم؟ حتما
نیکی به همسایه داشته باشیم. وقتی که از خاندان ما بوی یک خوراک خوب بیرون می شود به مشام خاندانی همسایه می رسد، شاید که همون همسایه در شرایط خوب قرار نداشته باشد، شاید شرایط اقتصادی خوب نداشته باشد و همین گونه خوراک خوب آماده کرده نتواند. و خوب می شود که مادرها و همسرها و دخترای ما که مراجعت ما هم همین است که طبق قرآن و حدیث، طبق گفته های بزرگا، طبق فرهنگ تاجیکانه ما از همون خوراک خوبی که آماده میکنیم با اجازه شوهر، از شوهر اجازت گرفته چیکار کنین؟ در یک ظرف به همسایه پیشنهاد کنین که این البته که بازم محبت یکدیگر بین همسایه داری را زیاد میکند. و دیگر حقی همسایه همین است که زمانی که همسایه به یک سفر تجارتی، سفر زیارتی وقتی که سفر میکند، حتما ما و شما را آگاه که کرد که همسایه یک وقتی معین من در سفر قرار دارم، از خانه من چیکار کن؟ با خبر باش. ما نگاه و بینی خانه همسایه به عهده ما می شود. نگاه و بینی داخل نه، یعنی که از همین بیرون باید که خانه همسایه را نظارت کنیم، نگذاریم که در و دیوار همسایه را یگان کودک، یگان نفری بیجاگر چیکار نکند؟ زیان و ضرر به خانه همسایه نرساند. همچون امانت است بر ما و شما که می شود که امروزها بعضی از همسایگانی داریم که سفر تجارتی میکنند، با اهل و عائله سفر میکنند که در خانه تقریبا هیچ کس باقی نمیماند. در این حالت چیکار کنیم؟ در حال ما و شما مراقب خانه همسایه باشیم. و دیگر چنان که پیشتر هم گفتیم، با چنگ و دود و با صدای ناخوش همسایه خدا ناراحت نسازیم. یعنی که کوشش کنیم که صدای بلند، کوشش کنیم که از خاندان ما هر کاری که در خواجگیداری انجام می‌یابد یگان ضرر زیانی ما به همسایه نرسد. و یکی از دیگر آخرین حقی همسایه را بیان میکنیم، همین است که زمانی که همسایه از دنیا که گذشت، حتما حق همسایه هم همین است که در همسایه داری که ما رفته چیکار کنیم؟ کوشش کنیم که در پهلوی فرزندان اون همسایه قرار داشته باشیم و عرض تسلیت کنیم که این یکی از حقهای همسایه بالای همسایه هست. و در همین اطراف چندین سوالایی که بود به قدر امکان جواب گرداندیم و اون آیه ها و احادیث هایی که در قرآن و حدیث ها از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده بودند به سمع شما بینندگان گرامی رساندیم. و در آخر مراجعت ما هم همین است که حتما ما کوشش کنیم که وقتی که در یک معامله خوب با همسایه قرار داریم، حتما البته که این معامله خوب با همسایه سبب می شود که وحدت و همبستگی پیدا شود و این معاملات خوبی که با همسایه انجام می دهیم سبب می شود که محبت همسایه داری ما، محبت وطنداری ما و شما، محبت برادری و هموطنی ما و شما زیاده می گردد و ما و شما انا همون حق و حقوق هایی که چنانه که پیشتر هم بیان کردیم در قرآن و حدیث بیان شده است، کوشش کنیم که از همون حق و حقوق ها پیروی داشته باشیم که در روز قیامت چنانه که در حدیث گفتیم انا همون نشانه ایمانی کامل داشتن ما و شما در همون است که زمانی که ما و شما نیکی به کی میکنیم؟ به همسایه میکنیم. اگر خدای ناخواسته ما یک رفتاری بد کردیم، این نشانه ضعیف بودن ایمان ما و شما است. یک نفر به سبب عبادت کوشش میکند ایمانش کامل باشد، در برابر عبادت بدنی که گفتیم حتما باید اخلاق خوب، زبان پاک داشته باشیم تا که هم دنیا و هم قیامت ما و شما آباد و زیبا شود و کامیابی دارای خداوند برای همه ما و شما نصیب گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.